هزاران درود خدمت شما عزیزان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشین که همینطور ادامه داشته باشه تا شب. خب حالا ما بریم سر غذای امروزمون که یه غذا داریم با اسفناج که خیلی خیلی عالی و خوشمزه است. حالا بریم درستش کنیم. وقتی که خوردیم، شما هم درست کردین و خوردین، متوجه میشین که این غذا چقدر عالیه. حالا بریم با هم درستش کنیم. خب روغن رو من میره زیر حرارت رو روشن میکنیم. من روغن رو میریزم توی تابه تا گرم شه. پیاز نگینی خرد کرده داریم که من از قبل آماده کردم که تو وقتیمون هم صرفه جویی بشه. دیگه شما همه پیاز خرد کردن و این کارا رو دیگه بلدین. میذاریم پیازمون مقداری سبک بشه. سیر داریم که سیر رو من از قبل ریز خوردش کردم و به پیازمون اضافه میکنم. سیر و پیازم با هم دیگه یه تفت میدم تا عطر سیر بلند بشه. اسفناج داریم که اسفناج من از قبل خرد کردم. اسفناج هم اضافه میکنیم. خب اسفناجمون کمی نرم شدش. حالا بهش مقداری فلفل، نمک و پاپریکا. همه رو با هم دوباره مخلوط میکنیم. اینجا شما میتونید از پنیر ماسکارپونه استفاده کنین، اگر نبودم از پنیر خامه‌ای میتونین استفاده کنین. خب پنیرمونم با اسفناج کاملا مخلوط شدش. حالا من زیر حرارت رو خاموش میکنم. تخم مرغ داریم که میخوام برای پنکیکمون درست کنیم. تخم مرغامون رو مخلوط میکنیم. شکر داریم، یکم به شکر اضافه میکنیم. اصلا شیرین نمیشه. شیر داریم که شیرمون هم اضافه میکنیم. آب داغ داریم، آب داغ هم اضافه میکنیم. کره داریم که کره رو گذاشتم رو حرارت گرم شده. کره رو هم اضافه میکنم. حالا آردمون رو اضافه میکنیم. همه رو با هم دیگه مخلوط میکنیم تا گلوله نداشته باشه و صاف و یه دست باشه. مخلوط پنکیکمون صاف و یه دست شدش. حالا من میذارم به مدت 15 دقیقه استراحت کنه. زیر حرارت رو روشن کردم. کمی کره میریزم توی ظرفمون تا گرم بشه.
آرد داریم، آرد رو اضافه میکنم. و مرتب همش میزنم تا آردمون از خامی در بیاد. شیر داریم که شیرم بهش اضافه میکنم. کمی نمک و جوز هندی که من همین الان رندش کردم. میذاریم تا آرد و شیر با هم دیگه جوش بیادش و چند تا جوش که زد آماده است. الان داره یواش یواش خلیص میشه. خب آماده شدهش. من زیر حرارت رو خاموش میکنم. با کمی روغن تای تابه رو چرب میکنیم. حالا از پنکیکمون به اندازه 1 ملعقه میریزیم توش. خب این طرفش رو برمیگردونیم تا یه کمی این ورش هم سرخ بشه. به همین ترتیب تمام پنکیک ها رو آماده میکنم. خب پنکیکامون آماده شد، یعنی همه موادمون آماده شده. حالا میخوایم بپیچیمش. یک کمی از مواد اسفناج، میذاریم لاش و میپیچیمش. خب سسمونم که آماده است میریزم روش. سس رو به همه جاش پخش میکنیم. و پنیر میریزیم روش. خب حالا میذارم تو فری که از قبل با 180 درجه سانتیگراد گرمش کردم. به مدت 20 تا 25 دقیقه میذاریم تو فر بمونه تا پنیر روش کمی طلایی بشه.
غذای خوشمزه ما هم آماده شدش. حالا بریم یه کمی تستش کنیم. ممکنه بگین که تو این غذا خیلی چربه و پنیر زیاد داره، توش داره پنیر خامه‌ای داره، ولی ما که نمیخوایم هر روز اینو بخوریم دیگه. یه چند وقت یه بار به خودمون و عزیزانمون یه خالی بدیم، یه غذای خوشمزه بخوریم. حالا من تست کنم ببینم. خیلی خیلی خوشمزه شده، خیلی خوشمزه شده. امیدوارم که شما هم درست کنین و در کنار عزیزانتون نوش جونتون کنین. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره، زنگوله هرم بزنید که هر وقت یه برنامه جدید اومد زود و تند و سریع با خبر شین. تا یه برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.